در ولایت سوخت دوام سال 2023 تنها طریق تلفنی باوری سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 654 نفر مراجعت نمودند. این نشان داد دوام 4 ماه سال 2024 265 نفر را تشکیل می‌دهد. مراجعت همه شهروندان به طور ضروری پرره و خالصانه بررسی گردیده قانع کننده شده است. در این باره معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سهراب قربانزاده اطلاع داد و تاکید نمود که همکاری میلیسیا با جامعه به طور ضروری به راه مانده شده است تا مشکلات سریع وقت پیشگیری کرده شده فضای سالم حکم فرما باشد. برای مستحکم نمودن همکاری‌های همه‌جانبه مقامات دولتی، اتحادیه‌های جمعیتی و جامعه شهروندی با میلیسیا در سمت تامین ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری و حقوق ویرانکنی‌ها مساعدت می‌نماید. و همه شما معلوم است که فعالیت کاری شورای جمعیتی خیلی نظررس بوده. مسئولین شورا در تشکیل واقعی و ملاقات با اهالی، برگزاری سمینار کارهای فهماندهی در بین جامعه و با گذراندن حسابات ناظران منطقوی میلیسیا در منطقه‌های خدمتی خود سهم ارزنده خود را دارند. همه ساکنان ولایت برخوردار هستند که در دایره اصلاحات میلیسیا در ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت تلفن باوری سردار ریاست تحت رقم 62222 با طور شبانه روزی فعال بوده. هر یک عرض و درخواست شهروندان طریق رسمی قبول و بررسی آنها زیر نظارت قطعی سردار ریاست قرار داده می شود. سهراب قربانزاده تحلیل خود را ضمن برگزاری میزی مدور پیشنهاد نمود. میزی مدور امروز سنه 3 می در تالار مهمانخانه سوخدیان با جلب کارمندان شعبه‌های مقامات میلیسیا و رئیسان شوراهای جمعیتی آید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی 18 شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردید. در دوام سال 2023 3 مرتبه با کارها در شهر و ناحیه‌های جهتی آموزشی فعالیت شورای جمعیتی اوید به تامین ترتیبات جمعیتی و رساندن یاری متدی نتیجه‌گیری از فعالیت شوراهای جمعیتی دایر به همکاری جامعه با میلیسیا، شنیدن حسابات رئیسی شورا و کارها با اهالی دایر به فهماندن رفتی اصلاحات میلیسیا و شنیدن حسابات ناظران منطقوی در محل‌ها دایر کرده شده. در 11 شهر و ناحیه ولایت مسابقه‌های ورزشی و آزمون‌ها با جلب نوجوانان جوانان برگزار گردید. در این دوره با اشتراک رهبری و اعضای شورای جمعیتی 3 مرتبه میزی مدور برنامه تلویزیونی تاک شو در موضوع اصلاحات ملی در سیاست کلی وزارت کارهای داخلی طبق برنامه مستقیم رادیوی شهرمان مصاحبه‌ها در موضوع همکاری میلیسی با جامعه تشکیل و برگزار گردید. عنوان میزی مدور این گسترش همکاری میلیسیا با جامعه بود. فعالان آید به همکاری جامعه با میلیسیا سخن کردند. گفته شد که اگر همکاری ها باز هم بهتر به راه مانده شود، جامعه پر زیر نظارت گرفته شده کردارهای نامطلوب سری وقت پیشگیری می شوند و این حالت باعث به گسترش امنیتی ملی وطن خواهد بود. هدف از تطبیق اصلاحات میلیسیا این همکاری باز هم نزدیک با اهالی افزودن اعتماد باوری خلق و این نهاد تامین شفافیت و در کار و فعالیت و مبارزه دست جمعانه با جنایتکاری میباشد. یکی از راه‌های سرانجامی همکاری میلیسیا با جامعه این اطلاعاتی اهالی آید به وضع عملیات محل نتیجه‌های فعالیت خدمتی مقامات میلیسیا و اصلاح شده. مقامات میلیسیا وضع جنایتکاری را در شهر ناحیه‌ها تحلیل نموده، منتظم واقعی‌ها گذرانده. توسط واسطه‌های اخبار عامه آید به وضع جنایتکاری محلی معین و اهالی را خبردار می‌کند. در میز مدور اخبارات راهبران گروه‌های کاری شوراهای جمعیتی آید به مساعدت جامعه شهروندی با اصلاحات میلیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت شنیده شد. معروضه ها آید به نتیجه های دور اول واخوری ها با شوراهای جمعیتی آید به مساعدت شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی شهر و ناحیه های ولایت بخشیده شد. تحلیل متخصصان از فعالیت شوراها نیز پیشنهاد کرده شد. متاسفانه بعضی از شوراهای جمعیتی شهر و ناحیه ها فعالیت کاری خود را به طور شایسته نیز به راه نموده در آنها کمبودی و نارسایی نیز به چشم می‌رسد.
وابسته به تحلیل فعالیت شوراهای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی شهر و ناحیه‌های ولایت که در دور اول واقعه‌ها مورد آموزش قرار داده شده بود چنین معلومات می‌دهیم. شهر خوجند طبق معلومات گروه کاری معلوم گردد که در شهر خوجند اتاق کاری وجود دارد. فرمان عمل کننده اوید به تامین اعضای شورا وجود دارد. رویخط اعضای شورا در سال 2023-24 هست. پرونده‌های شخصی اعضایان نامکمل. نقشه کاری برای سال 2024 احوال تهیه نگردیده است. حسابات اوید به فعالیت شورا ناپوره است. دو جلسه های کاری اوید به واخوری با ناظران منتخبی گذرانده شده و پروتکل های جلسه به چشم می‌رسند. در میزی مدور که بیش از 3 ساعت ادامه کرد، متخصصان مخصوصاً سرداران شوراهای شهر و ناحیه‌ها اخبارات فعالیت شوراها اینچنین فعالیت نقطه سیار میلیتسا را بررسی کرده برای رشد و در عمل تطبیق نمودن آن عقیده های خود را ابراز نمودند. همکاری جامعه با میلیسیا می باشد. ما باید تامین ترتیبات جمعیتی را در جامعه معتدل سازیم و چقدر می توانیم کوشش به خرج دهیم که همیشه میلیسیا و جامعه در همکاری باشند. ما امروز در همه دهه ها کار فعالیت میکنیم و در آیدی زوروری در اویلا در بین جوانان اویدی پس کردن سطح جنایت صادر کنی کوشش و غیرت میکنیم که نتیجه ما معلوم شود و همه اون زوروری هایی که در اویلا صادر می شود ما با واسطه مصلحت های خود با واسطه جمع کردن گروه های کاری با واسطه با زنان سابقه داری اویلا وخورده با آنها کمک ها می رسانیم مصلحت های مفید می دهیم که آنها همه زوروری در اویلا پس کرده شود. ما یک چند روز در خود ناحیه هم رفته گذراندیم همین چیورا با مردم هم صحبت شدیم. مردم به فهمانده دادیم فهمیدن که اصلاحات میلیسیا چیست. این حال حاضر ما با همراهی رئیسای محله معاون رئیس حکومت ناحیه رئیس ناحیه در جایها اویدیم همین اصلاحات میلیسیا کجا که جمع میشن آدمو وای میکنیم صحبت ها میگذاریم کارهای پروفیلاکتیک فهماندهی میگذاریم در همونجا ما ابیزت این اصلاحات میلیسیا رو میفهمونیم با مردم. اگر ما به اصلاحات میلیسیا گذاریم همه کار آسان میشه. کار برای آسان کردن کار با جمعیت خوشروی فهمانیدن میلیسیا چی بدونش فهمن که میلیسیا چی کارو میکنه. هدف اساسی برگزاری میزی مدور این جلب جامعه شهروندی به فعالیت مقامات میلیسیا است و با این وسیله پیشگیری نمودن کردارهای نامطلوب و سری وقت آشکار و بررسی نمودن جنایت ها می باشد که در نهایت به بنیاد جامعه بی خطر مساعدت می کند. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.